دوستان عزیز خسته نباشید. شب و روزگارتون خوش. خوشحال هستم که با لکسیون جدید در خدمتون هستم. در لکسیون جدید میپردازیم به 100 فعل تاپ در زبان آلمانی. خب این فعل هایی که میبینید دقت کنید، فعل هایی رو که شاید فعل های تکراری هم درش هست. خب بگذارید 100 تا فعل تاپ رو رد شیم، یعنی بدونیم که 100 تا فعل رو در بحث یا در کتاب اول آهنگس خوندیم. خب فعلایی هم هستن در کتاب که شاید تو این 100 تا نباشن. خب شما اضافه کنید بهتر. در اینجا دقت کنید، من هر دو گذشته رو نوشتم. خیلی فکر کردم که آیا در همین سطر شما رو با گذشته ساده، اینی که الان من بلوکه کردم، و با گذشته پرفکت آشنا بکنم یا نه. بالاخره به این تصمیم رو گرفتم که بله. ببینید شاید یک مقدار در واقع این بحث، یکی دو تا بحثم قبلا کرده بودم که بهتون گفتم که در این سطح به خودتون فشار نیارید اگر یاد نگرفتید، ولی هر روز میتونید یک بار ویدیو رو نگاه کنید. اما این بحثی که الان میکنم رو در کتاب دوم آینس، یعنی گذشته ساده منظورمه، باش روبرو خواهیم شد. پس بهتره الان باش آشنا بشیم. حالا شاید مثلا 20 لکسیون زوده، ولی الان آشنا بشید بد نیست. کارتون در آتسفای راحت‌تر خواهد بود. بعد اکثر این فعلا هم میدونید بچه‌ها. خب دقت بفرمایید. پس در این گذشته که من نوشتم، گذشته اول گذشته ساده است، دومی گذشته پرفکتشه. بعد یه ایست یا هابن هم پشت گذشته هست. این نشون میده که این فعل با هابن گذشته میشه یا با ایست، یعنی با زاین. بعد آکوزاتیو یا داتیو بودنش هم نوشتم. اگر یادم رفته باشه اضافه میکنم بهتون میگم. حالا دقت کنید. ایش بین یعنی من هستم. ایش war یعنی بودم. ایش بین gewesen یعنی من بودم. خب ایش بین و war من هستم و بودم. حالا گوش کنید. zu Hause hier vor dem Haus پشت خونه، جلوی خونه، hinter dem Haus پشت خونه، beim Kiosk بغل کیوسک، am Bahnhof در ایستگاه قطار، im Zimmer در اتاق، bei زارا پیش زارا، beim Arzt پیش دکتر. سعی کردم مثال های مختلفی بگم. Ich bin gewesen کجا؟ in der Schule من بودم در مدرسه، پیش دکتر، zu Hause hinter dem Haus im Garten و bei زارا. این از فعل اول. فعل دوم بچه‌ها، haben گذشته سادش هاتنه، خیلی مصرف داره. اون وار هم برای بین خیلی مصرف داشت فعل اول. بعد habe gehabt هم مصرفش زیاده. ich habe یا ich hatte یعنی من دارم یا داشتم. ein Kind keine Kinder Kopfschmerzen سردرد. Hunger ich habe Hunger گرسنمه. ich hatte Hunger گرسنم بود. das rote Buch کتاب قرمز رو. اگه بگم ein چی میشه بچه ها بگید؟ اگه ein بیارم چی میشه اینجا؟ میشه rotes Buch. مرسی. ich habe einen Deutschkurs gehabt من یه دوشکورسی داشتم. حالا مثلا میتونی بگی من در سال مثلا 2000 مثلا 56 خب حالا شوخی کردم. 2000 مثلا 9. خب einen Deutschkurs gehabt من سال 2009 یه دوشکورس داشتم. میریم سریعا سراغ وردن، یعنی شدن. بچه ها خیلی این فعل مهمه، بسیار بسیار دیگه احتیاج نیست من این تاکید کنم، در واقع اسمش روشه. 100 ورب فعل تاپ. وردن گذشته سادهشه، ایست وردن گذشته پرفکتشه. ایش ورد کرانک من مریض شدم، من چاق شدم، دیک خسته شدم، غوت سرخ شدم از خجالت یا هرچی، 60 ساله شدم، دکتر شدم. بعد اینجا اسورد دونکل یعنی هوا تاریک شد. اسورد دونکل نمیشه با همین وردن زمان حال بگیم، چرا نمیشه؟ اسویت دونکل یعنی داره تاریک میشه. داره تاریک میشه. اسویت دونکل داره تاریک میشه. اسویت کالت داره سرد میشه. ich bin geworden یعنی شدم. حالا همه این صفت ها رو بذارید توی این جا خالی. من پیر شدم، من مثلا مریض شدم. ich bin krank geworden. بچه دیگه خودتون جسارت نشه اون هوش مخصوص رو دارید دیگه. مثلا ich bin مثلا یا gestern چی مثلا müde geworden من دیروز خسته شدم. این وسط رو دیگه خودتون چی پر کنید. خب sagen گفتن. بچه فعل داتیوه، حواستون باشه فعل داتیو هست. من یه مثال دیگه هم نوشتم. sagten گذشته سادشه، gesagt گذشته پرفکتشه. ich sagte heute من امروز گفتم به کی؟ meiner Mutter به مادرم. ich sagte ihm بهش. ich sagte ihr بهش زن. ich sagte ihnen به شما گفتم که gestern. خب ich habe meine Mutter ihm oder dir gesagt. ich habe gesagt machen
machten دقت میکنید machten خب و gemacht. Ich machte gestern 2 Stunden Sport. دیروز 2 ساعت ورزش کردم. Ich habe vorgestern einen Salat gemacht. پریروز اینم که زرد بلوکه کردم رنگی کردم یعنی که عبارات خوبی یعنی خوب یاد بگیرید. پریروز einen Salat gemacht. یه دونه زالات درست کردم. geben بچه داتیوه ماخن آکوزاتیو بود یادم رفت بگم. geben داتیوه یه مثالم اینجا هست. خب من می نویسم اینجا geben داتیوه. خب ich gaben ich gab من دادم meinem Kind به بچم ein Buch یک کتاب. ich habe gegeben meinem Kind ein Buch. ببین gegeben رفت آخر. خب میایم پایین تر. kommen kamen ist gekommen. بچه ist gekommen با ist هستش حواستون باشه. geben با haben بود گفتم. ich kam من اومدم letzte Woche هفته پیش zu dir. هفته پیش اومدم پیش تو. هفته پیش اومدم پیش تو. ich bin vorgestern gekommen. من پریروز اومدم ساعت چند؟ 6 Uhr ساعت 6. این زوگگه میشه حدوداً. من vorgestern پریروز حدود ساعت 6 اومدم پیش تو. ich bin vorgestern زوگگن 6 Uhr zu dir gekommen. دیروز ساعت 6 اومدم پیش تو. gehen یعنی چی؟ رفتن. gingen گذشته ساده. ist gegangen گذشته. اینا هم که میبینید نه آکوزاتیو نوشتم نه داتیو یعنی بسته به حرف اضافه میتونه آکوزاتیو و داتیو باشه. اینا رو بهتون قبلا کار کردم. ich ging من رفتم. ich bin vor 2 Tagen من 2 روز پیش. این انه رو میشناسید دیگه بچه‌ها؟ مگه تاگ آرتیکلش در نیست یعنی روز و جمعش هم میشه تاگه. پس این انه چیه؟ بگید انه چی است؟ بگید دیگه. انه داتیویه. اینجا فور داتیو سازه. vor 2 Stunden در جمع همیشه یه ان میاریم 2 هم جمعه دیگه. خب اگه بگیم یه روز پیش چی؟ میگیم چی؟ بگید vor einem این انه که میره هیچی این جمعی هم میره. vor einem Tag einkaufen gegangen. من یه روز پیش رفتم چی؟ خرید. wissen دونستن. wussten میشه گذشتهش بچه ها. خب این ت میاد و این او هم چی اینجا اضافه میشه. ich wusste seinen Namen nicht. من اسمشو نمیدونستم. بچه مگه نامه نمیشه der Name. باید بگیم ich wusste seinen Namen nicht. پس این ان چیه؟ بگید. اینم ان قشنگی بهش میگن. ان دکلیناسیون. خب ich wusste seinen Namen nicht. Ich habe seinen Namen gar nicht gewusst. gar یعنی اصلا. من اصلا اسمشو نمیدونستم. فعل دهم فعل آخر sehen دیدن آکوزاتیو با haben گذاشته میشه. ich sahen ich sah ihm ja die Katze zu Hause nicht. من اونو من چه نوشتم ایم بعد نوشتم این. خب من او مرده رو یا گربه رو تو خونه ندیدم. ich habe da keinen Mann gesehen. من اونجا هیچ مردی ندیدم. شب و روزگارتون خوش بچه ها. تا دروس بعدی شما رو به خدای مهربون میسپارم. چوس.